سلام كمسك الختام. پدر جان، کلمه اذان و مؤذن چه معنی دارد؟ به نام خداوند بخشنده و مهربان. فرزندم، اذان این دعوت مسلمانان به نماز بوده. وقتی نماز را خبر می دهد. شخصی که اذان می گوید آن را مؤذن می گویند، یعنی اذان دهنده. در حدیث آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر آدمان می دانستند که خواندن اذان و گزاریدن نماز در صف پیش چگونه نکوکاری است، برای این مجبور می شدند که قرعه کشی کنند. آنها بجز این عمل را اجرا کردن دیگر علاج نداشتند. روایت بخاری و مسلم. یعنی در این حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم در بابت فضیلت اذان و در صف یکم نماز گذاشتن را به ما نقل کرده می گویند که اگر مسلمان ها می دانستند که چی ثواب است در این دو عمل، آنها قرعه پرتایی می کردند برای اذان گفتن یا برای در صف یکم جای گرفتن. پدر جان، هنگامی شنیدن اذان چه باید کرد؟ فرزندم، وقتی که ما اذان را می شنویم باید از پس مؤذن کلمه های اذان را تکرار نماییم. چطوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند اگر اذان را شنیدید پس از مؤذن کلماتش را تکرار کنید. روایت بخاری. و این چنین بعد از انجام دادن اذان ما باید دعای بعد از اذان را بخوانیم. فرزندم، اکنون بیا کلمه های اذان و معناهای آنها را دیده برآییم. الله اکبر. الله اکبر 4 مراتبه گفته می شود که معنای آن را دارد الله بزرگ است. اشهد ان لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله 2 بار گفته می شود که چنین معنا دارد شهادت می دهم که نیست خدای بجز الله. اشهد ان محمد رسول الله. اشهد ان محمد رسول الله 2 بار گفته می شود که چنین معنا دارد شهادت می دهم که محمد رسول اوست. حی علی الصلاة. حی علی الصلاة 2 بار گفته می شود که معنای آن را دارد شتابید به سوی نماز. حی علی الفلاح. حی علی الفلاح 2 بار گفته می شود که معنای آن را دارد شتابید به سوی نجات، یعنی نماز این نجات است. الله اکبر. الله اکبر که 2 بار گفته می شود و معنای الله بزرگ است را دارد. لا اله الا الله 1 بار گفته می شود که معنای آن را دارد نیست خدای بجز الله. فرزندم، فراموش نکن که در نماز بامداد بعد از کلمه حی علی الفلاح کلمه الصلاة خیر من النوم را 2 بار می خوانیم که معنای آن را دارد نماز بهتر از خواب است. اینها بودند کلمه های اذان و معناهای آنها. فرزندم، چنانه که ما پیشتر گفتیم بعد از شنیدن اذان و تکرار کردن آن پس از مؤذن ما باید دعای بعد از نماز را بخوانیم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هر کسی که اذان را شنیده بعد آن این دعا را بخواند شفاعت من در روز قیامت برایش واجب می گردد. اکنون بیا با هم دعای بعد از اذان را ببینیم. دعای بعد از اذان چنین است: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سیدنا محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف المیعاد. یعنی ای الله که تو صاحب این دعوت کلمه و نماز خواندنی هستی، عطا فرما محمد صلی الله علیه و سلم را وسیله و فضیلت و او را بر مقام محمود متمکن فرما، مقامی که با ایشان وعده فرموده ای، همانا تو وعده را وفا خواهی کرد. روایت بخاری. پدر جان، از آن به ما چقدر خاطررسان میکند؟ فرزندم، از آن به ما خاطر رسان می کند که وقتی نماز فرا رسید. نماز عبادت خاصی مسلمان هاست و از آن نشان می دهد که در این محل مسلمانان زندگی می کنند. این چنین از آن 5 وقته به ما یک خدایی را بشارت می دهد. در دلهای ما اعتقاد وجود داشتن و یگانه بودن الله و رسول او بودن محمد صلی الله علیه و سلم را زیاد می کند و از آن آگاه می سازد که مقصد زندگی ما و راه نجات تنها در عبادت به الله می باشد. فرزندم، وقتی که اذان را می شنوی، پس به سوی مسجد شتاب کن تا نماز را با جماعت گذاری، چون نماز با جماعت 27 درجه ثوابش بالاتر از نماز تنها گذار است. فهمو پدر جان، رحمت. این بود پایان درس امروزه. منتظر درس های آینده باشید. نوا را به یار و دوستانتان بفرستید تا کمی باشد هم از دین خود آگاه شوند و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.